من میگم این آتیش یه جا داره بلند میشه. قرآن مجید من منکرتم مجز کرد به امقلت کرد. السلام علی المغسل بدم الجراح، السلام علی من هتکت حرمته، سلام بر اون حسینی که حرمت او را حد کردن، سلام بر اون حسینی که با خون زخما. حلقه های فصل روزه مادر به حسین خیلی زیاده. من از قول حاج اصغر یه جمله‌ای بگم. یه سالی حرفی زد، یه فرمایشی کرد تو روزه. الان چند ساله دارم باش گریه میکنم. روز آخر لباس حسینش رو عوض کرد، بچه رو استحمام کرد، موهای حسینش رو داشت شونه میکرد. چقدر موهات خاکی شده بود مادر. آخه مردم نمیگن مگه تو مادر نداری؟ همینطوری که موها رو شونه میکرد میگم خدا نیاره اون روزی که نظم موهات به هم بخوره گله.